سلام دوستان. بعد از مدت با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. امروز قراره که با هم به رودمپ دیتا ساینتیست به عنوان یه شغل نگاه کنیم و ببینیم که چه جزئیاتی رو باید در نظر بگیریم اگر میخوایم قدم در این راه بذاریم. کلا دیتا ساینتیست رو ما میتونیم به عنوان یه شغلی که یا یه در حقیقت حرفه‌ای که به صورت تی شیپ هست در نظر بگیریم. چارتی که پشت سر من میبینید نشون میده که یه دیتا ساینتیست نقشش در یک تیم میتونه به عناوین مختلفی تقسیم بشه. مثلا میتونه بیزنس آنالیست باشه، میتونه دیتا آنالیست باشه، دیتا انجینیر باشه، ماشین لرنینگ انجینیر باشه و یا دیوپس انجینیر. به هر کدوم از اینا اگه بخوایم بپردازیم خودشون به تنهایی شغل کامل حساب میشن و میشه گفتش که هر کدومشون اهمیت خاص خودشو داره. ولی اگر بخوایم به صورت کلی بهشون نگاه کنیم، بیزنس آنالیست خب معمولا بیشتر بحث ویژوالیزیشن توش مطرح هست و اینکه شما دیتایی رو دارید که مربوط به یه بیزینسی هستش و شما میخواید که اون رو آنالیز کنید و به وسیله یه سری ابزارهای بصری در حقیقت مثل نمودارها، چارت ها و غیره شما میتونید این رو تحلیلتون رو در قالب ویژوالیزیشن به کارفرما ارائه بدید و بیشتر مباحثی هستش که شما باید پوشش بدید برای کسانی که غیر آماری یا غیر در حقیقت تخصصی ندارن توی بحث دیتا ساینتیست و با دیتا آشنایی ندارن. پس شما اینجا کار اصلی تو اینه که یه دیتایی رو تحویل میگیرید، روش یه سری آنالیز و معمولا آنالیزهای پایه‌ای و خیلی ساده هست انجام میدید و بعد نتایج رو به صورت بصری برای کارفرما یا اون کسی که درخواست داده کار رو به شما یا پروژه رو به اونها تحویل میدید. بحث دیتا آنالیست خیلی شبیه به دیتا ساینتیست هستش، با این تفاوت که دیتا آنالیست خیلی مباحث پیچیده‌ای توش مطرح نیست، بیشتر آنالیز های معمولی هست، آنالیز هایی که بیسشون آمار پایه است. خیلی نیازی نداره که شما الگوریتم های مختلف رو بشناسید یا بخواید الگوریتم های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کنید و به این صورت هستش که دوباره شما دیتایی رو دارید و مباحث آماری، حالا اگر تحلیل آماری نیاز باشه، بحث احتمالات نیاز باشه، همه این چیزها رو میتونیم توی این شاخه در نظر بگیریم و در نهایت هم معمولا برای بهتر نشون دادن کارتون و اینکه بتونید نتایج رو به کسانی که آشنایی ندارن با دیتا و الگوریتم های مختلف بخواید نشون بدید، دوباره بحث ویژوالیزیشن هم اینجا مطرحه که با ابزارهای مثل پاور بی آی میتونید نتایج رو به صورت حالا بصری نشون بدید و کسانی که آشنایی ندارن با علم آمار یا تحلیل بتونن این نتایج رو ببینن و درک کنن که به چه صورتی هستش. بحث دیتا انجینیر بیشتر مباحث مربوط به داده هست که شما به چه صورت این دیتا رو بخواید سیف کنید در دیتابیس های مختلف. پس خیلی اینجا دانش دیتابیس ها مهم هست، دانش این که شما باید کوئری رو بتونید اینجا یاد بگیرید، مثل SQL کامند های مختلف که بتونید باهاش دیتا رو در اون دیتابیس مربوطه سیف کنید و کلا دیتا انجینیر ما میتونیم بگیم که یک استپ قبل از دیتا آنالیست یا بیزنس آنالیست و یا دیتا ساینتیست هستش و شما اول باید دیتا رو داشته باشید در یه دیتابیسی که بعد بتونید از اون دیتا استفاده کنید و بخواید تحلیلش کنید. بحث ماشین لرنینگ انجینیر خب همینطور که از اسمش مشخصه بیشتر مباحث الگوریتم های ماشین لرنینگ هستش که خب خیلی الان بروز هست و
میتونیم بگیم که AI و ماشین لرنینگ هات تاپیک این روزها هستش که کسانی که در این زمینه به خصوص فعالیت میکنن و بیشتر فوکوسشون روی این زمینه هست الگوریتم های مختلف رو میشناسن و با توجه به دیتایی که داری توی یه پروژه میتونن تحلیل کنن که از کدوم الگوریتم میشه استفاده کرد و کدوم الگوریتم نتیجه بهتری رو داره و بعضا خیلی مواقع پیش میاد که شما نیازه که چند تا الگوریتم رو با همدیگه مقایسه کنید و نتایجش رو با همدیگه بسنجید که کدوم الگوریتم برای دیتا شما مناسب هست که خب اینا همه دوباره برمیگرده به اینکه ما در اینجا هم باید علم آمار رو داشته باشیم چون در خیلی از مواقع شما نیاز هستش که دیستریبیوشن یا اون توزیع داده رو بهش نگاه کنید و ببینید که مثلا میانگینش کجا قرار گرفته و آیا نیاز داره که نورمالایز بشه یا نه و خیلی از مباحث دیگه آماری رو که ما در آمار پایه تقریبا یاد میگیریم شما باید اینجا در نظر بگیرید و همینطور بیس الگوریتم های مختلف ماشین لرنینگ همونجوری که خودمون میدونیم همه و باش آشنایی داریم بیسشون همه آمار هستش و باید شما در زمینه آمار اون دانش کافی رو داشته باشید نمیگم دانش خیلی بالا سطح بالا ولی راجع به احتمالات و راجع به الگوریتم های مختلفی که هست برای ماشین لرنینگ شما باید تقریبا بیس آمار رو به صورت کافی داشته باشید خب حالا میریم مبحث آخر که دیوپس انجینیر هستش که بیشتر بحث کسانی هستش که با اپلیکیشن ها کار میکنن و بیشتر سافتور انجینیرینگ ها در این کتگوری جای میگیرن که من خودم به شخص زیاد در این زمینه تخصصی ندارم ولی میشه گفت که این هم یکی از زیرشاخه‌هایی هستش که از بحث دیتا ساینتیست به عنوان یه شغل میشه ازش استخراج کرد و میشه تو این زمینه هم به صورت تخصصی کار کرد